پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ان احب الناس الى الله احب الناس الى الله تعالی انفعهم للناس. محبوب تر نزد الله کسی است که منفعتش به مردم زیاد میرسه. به خاطر الله برادرای عزیز، همه یک جا با دست همدیگر امی داده را کمک کنیم. جوان است، عمرش در پیش است. امیر اگر ما همه یک جای شویم امی داده را کمک کنیم، یعنی چند قی که میتونی کمک کن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن اگر شما یک انسانی را که در تنگی افتاده است، در مشکلات گرفتار شدگی است، همین را اگر کمک کنین، دستگیریش کنین، همین آدم کمکش کنین، دستگیریش کنین، از تنگی نجاتش بدین. مثل که همین برادر راه رفتن نمیتونه، از جاش جمیدن نمیتونه، باد هوای پاکیزه را نبینه، هر لحظه و هر ساعت احتیاج به یک آدم داره که را کمکش کنن. ببینید، یعنی دائما محتاج است، نیاز داره به یک کسی که در برش باشه. اگر من و شما کوشش کنیم همین برادر را کوشش کنیم کمکش کنیم، در عوض الله در دنیا و در آخرت ما را از مشکلات